نه اومدی دیر کردی قسمت نه ولی بیا دیگه بیا تیز بیا بیا هرچی باش ولی از این جمع کن کامل بگیر این سوال کن خودی من اوه بگیر کجا کشم اوه نمیشه کجا بنده وای به قربان دم دروازه میشم الله صدا تور میشنوم استاده میشم وای صدا تور میشنوم از درون اختی الله مثال قنچه گل تازه میشم ای داد و بیداد الله شمار داده بود لالا غمها نمیشم لالا ها چیکار گیلا؟ اوه بیلا چی تا آشغاله بیایی سه چی آشغال و جونه دید چی می؟ بیایی باشه آشغال پاک نکنو بیایی میخشیم آشغال رو جمع میکردون نگه بیایی با چه کاره؟ ها؟ با چه کاره برو جلو با گردنه کفتدی اینه تو مال کیار نبودی برای گپ نگردیم لالا چرا؟ دمی که ما به شما گفتم لالا به تکوش بیبی من ریگیه شما گفتیم نه چیه ریگ چیه چی گپ چه کار فلانه با چه کاره؟ ابرو شما شلب خورده چی رقم ابرو میشنم خورده چرا چی خاطری؟ دلیلی آخی دلیلی از اینه که بگو دیگه بجسته کی جسته؟ بگو دیگه کی جسته؟ بیبی کجا جسته بیبی؟ بیبی خود پیرمرد همسایه بجسته میگم برفته به ترکیه واه بیلا بجسته بیبی بله تو وقت که وقت سمه خوب که سعی میکنه که بیبی میگیم جا بیبی انداخته سعی میکنه که وقت فرار کده خدا میدونه که نصف شو بیده سو وقت بیده وعده نماز بیده چی رقم بیده من که گفتم لالا به تکوش بیبی ریگیه گفتیم نه تو به بیبی باف بیبی 85 سال سن دینه تو ایالی عاشق میشه عاشق شد یا نه چکار کنم والی گیلک فهمیدی شاعر گفته گلی از دست ما بکی و بجی به پیش گل نشی که عاقبت میشه چکار آنه چکار کنم ها چی را به دستم یک رای تو به دستم بده گیلک چکار کنم چی خاک سیم سر با کجا بگردم کجا رفته خبر نداری شاید برفته باشه ترکیه جایی که میگه فیت چه فایتینگ افغانستان چکار کنم من میفهمیدم من هر روز بیبی هر دم روزی 10 دفعه سلامینی میشه بیبی کجا میری به تو چی میرم خوب بسکوت مادر بخرم بیبی شما بسکوت مادر چی منو دندونا ای که نگی خودم پیرمرد دیکک پیکک داشته پیش می همسایه من سرخ چی بالا کن
پیش می قومت چی سرخ بالا کنم ما پیش قومت سرخ بالا نکنیم ابری سر خوشی. شلب خورد لالا پیش همسایه سرخ بالا نکنی خوشیم میشه که من 24 ساعت خوشم به مسجد به مسجد نرم به کوچه به در نشم به بازار نرم طفله بیبی بیچاره برسیده نگو با شاله لالا من چی خبر دارم به کدوم قبرستون رفته من کجا بگردم برفتی در سرم پیرمرد بله در سرم پیرمرد برفتی پرسان کردی از اینو ها ها اشته بدبخت شدم بابا کجا بگردم براد ازی بخوزین لالا یک سرنشونی بریم این عکسی ها قبرستون 6 سال بهم 12 مگر رنج باشم عدس برا رنجم عدس بیبی رنجم عدس خانواده هم رنجم ما به شما بگفتیم که می بیبی عاشقه تو سر من بخوری هم جلوتر با درد سر رو وا میکنی مغز سر من عاشقه دیگه عاشق لیلی و مجنون شدن دیگه خود لیلی مجنون شده عاشقه نه عاشق باشه بیبی خورد و کلون نداره من چیلکی و عاشقم تم عاشق شدی و تسر کلمه من با مرغا با پرنده تم عاشق میشی خب شما برون سرار بپالون وقت برو که من میرم تا بازار که شگرده بکنم هر چی سعی میکنم جا پنجا بیبی منه نشونی ها کشا بیبی منه روزاکه که گفتن گیله گفتم گو بیبی جی بیا برم من ببر به جاده با ویلا دوی کفا بیبی من میده گو گیله گفت تکسی گفتم گو زمستون شده گو من گرم هم کشای بخری که 50 پا من گرم شه هیچ چولی ها گو بکار نیه گفتم خوبه بیبی که بیبی خصیحتی بید که یک کمش غلای میلان یک زنده با پا خواهی کرد کفا بیبی من مدام بوی دوغ میدم چون سرخور که بابا من بیبی من به دوغ میشیشت میگفت اگه باشه پا خورم هم همین دوغا بشونم که ملایم شه ای بیبی جو برفتی یادم نکردی ای به کاغذ نامه شادم نکردی بیبی جو وی به مطب خانه عشقی تو بودم سبق دادی مرا استاز نکردی بیبی جو برفتی و خدا یار تو باشد زبانم به گفتار های برفتی بی جو زودی بیایی همین جا تو خیلی باشه بی جو در بگیره پیرمرد همسایه همه روزا دیکک پیکک دیش من میفهمیدم 3-4 دفعه به می برا خوب گفتم که لالا به منجی کوشمی بیبی می یک ریگی هست برا ما گفتک چی میگی تو گیله گفتم به تا کوشمی بیبی یک ریگیه چون هر دمی بیرمشو به کوچه آره بدیدی ببین سزایی بدی میگه نیکیه بفهمید با چی دعوا داری؟ با اینا چی گدش به جلو خوب؟ ها؟ کمشو ببی یادگریه یعنی به سر زخمام به نمک می پاشتی تو مقدر فکر نمیکنی اینا بیاد به جلو وقتشی گفتم خاطر بوی بیبی من بده
تو سعی کن همین بیبی همون فکر نکرده با حال ما، با حال قریبی ما، با حال بینوایی ما خودش که پیرمرد رفته. تو همون فکر کن من جای همین قایم خیشا چی بودم؟ من سر بلند دارم پیش همین قایم خیشا خود سر خوالا کنم. نمیگم بیبی از این چرا برفته؟ البته این نون ندادم، این چای ندادم. من که پس مردم ایشته تحمل کنم. خدا که لالا شیقی به نون و چای چی کار داره؟ ما بدیدیم لالا، ما به شما گفتم که لالا همون روزا میگفتم لالا به منجی کوشا می بیبی یک ریگی است. شما گفتین چی؟ من گفتم این بیبی آدم بیرون میشه خود این پیرمرد همسایه دیکک پیکک داره. گفتیم این که پا نزدیک بعده. گیلک تمام سر روانه کردی که من بفهمم که نمیخواد شکوچی ازم سرا بدرشه. خوشو خوی باشه چی میفهم آدم؟ خو اینا رو ما بیارد به جلو خم بختشه. دارو برنگا. به کجا رفته باشه لالا؟ به قبرستان. به قبرستان به چی کار؟ لا حول ولا قوة. اصلا من خراب نکو گیله. تو همون فکر نکردی که تو از آخرم بسر پیری ماره ایری آخرم خودی یک پیرمرد عاشق شدی که برخستی بجستی. خب هم میگفتی که ما عاشق شد که تو رو همین پیرمرد میدن چه میجستی؟ کی؟ هم بیبیر میگم. بیاد که تو مر میگی وخی برو در سال می همسایه ابا چای پرسان که به کجاه؟ به کجا رفتم وخی؟ ابا چاکی؟ ابا چای پیرمرد. بگم بیبی من به هر جا ببردم اگه یک مؤثر بیبی من کم شه گلی شما برطرف وخی خیلی بیر وخی برارم وخی. خب بیبی مولیش تو پدر من خدا کدو قممو بخورم قم تنی مردم رو بخورم این به سر سفید مشت پیرزاله تو پیرمرد همسایه تو عاشق شی این روزگار هم بدیدی تو خب تو عاشق شدی چه میجستی؟ برای میگفتی که نواسته خوبه کردم من به این پیرمرد عاشق شدم من طول میدم به این پیرمرد ندادم دیگه چه بچی دیگه؟ بله شما بدون در تکتیک کردین کار دارین بفرمایید امی پیار تو به کجا ہے؟ پیار میں پیار میں دیر رفتم خب بابی تو به کجا؟ بابو میں از صبح بابو خور ندیدم چه من کجا رفتم بابو تو برو به بابو خوب به پیار خوب بگو که بابو تو بیبی مر بجونده چی میگی؟ یک دفعه دیگه بگو همین بابو تو بیبی مر بجونده بابو میں بیبی تور بجونده اینا به همدیگر عاشق شدن بیبی مر بجونده کی گفته؟ من خبر دارم به تاکوش بابو تو ریگیه به تاکوش بیبی من ریگیه خب چه کار بشاله؟ اینا عاشق شدن بیبی مر بجونده فرار کرده برفته به ترکیه هر روز بیبی من می آمد روی به تاکوچی سرا شما می آمده امی تو می آمده دم سرا شما تیر می شد من میگفتم بیبی کجا میری؟ میگم من میرم بخوب بسکوت مادر بخرم انال بابو تو برو با بابو خوب بگو اگه یک مؤثر بیبی میکم شه بفهمیدی یک مؤثر بیبی میکم شه گردن و بند و شنیه مگر تور فرش زمین میکنم به بابو خوب بگو برو برات کار خو کی ما چه بابو ما هست یعنی بیای در سراما زار همسایه دیگه باشه نه بابو تو بیبی من عاشق شدم با کجا همسایه دیگه خب چی کردن اصلا به میکوشه بیبی دیگه بابو هسته خب چی کردن که عاشق شده نه عاشق چرا بابو خوب بگو تو آدم کلون چری عاشق میشی عاشق نمیشی بیبی تکور نمیبردن اون که به سرت که برو نه بگو در سراما نه چی کار نه در سراما نه اشته نه در سراما بابو ما ایدا شرف خور میکنیم ما اگه بیبی ما لینگی بشکنه گردن من باشه او به خارج چی میفهم او برفته به خارج برفته بگه دیس فایتی چی افغانستان او میفهمه به لفظی او این لفظی نیه
تور گپ زدن یاد گیرک ما بابا خو کار بیبی تو بوجه چه خودی ما جنجال میکنی برو ما گلان جان باشه ما برو خوب اصلا نه برو همینی دفعه آخری باشه که بیبی مرا میجونه یه هم شاید راست بگه ما که از صبح بابو خور ندیدم دیگر از صبح وقت بابو ور میخواست چای صبح میخورد این نکنه که هرستی بیبی این نفر بوجونده باشه ما مگرم برو حقیقت اسرار از اینو بپرسم لالا بله کجا بودی؟ لالا به سرا بودم گیم و گسالی زایده ما گرم نداریم چطور گسالی زیده؟ لالا می گله هم سای ما خب بیامده و در سرا ما بیرو شده گفتم خیرات گفتک جنجال بکرد بخکر گفتک بابو تو بیمیر بجونده بابو ما؟ بابو تو گفتک بیمیر بجونده حالا که بابو ما از صبح هم بابو ما به خونه نیه چطور بیبی جونده؟ ما چون دیگه میگه از صبح میگه بابو تو بیا آمده بیمیر بجونده ما چون به ترکیه رفته چی گفته چی گپای میزنه که نپرس این امینه که یک ماه دو ماه گاهی وقتا اتک کوچه تیر بشم بابو ما خودی یک پیرزاله که گپ میزنه این امی زیر کاسه نیم کاسه داشته ای خب دیگه امروز گیلک بیا درس ما خیلی داده باید جنجال میکنه که بابو تو چه کار فلان بیمیر بجونده حالا برم تو برو حالا گپ بفهم با بیار درس رو تو شاید گپ نباشه هست ای بیدلیل نماده گیلک من چند دفعه به درس را به تک کوچه برابر شدم دیدیم بابو ما همی دیکک پیکک داره خود یک پیرزاله ای آخری به سر پیری تو سکر که بابو ما چکار میکنه والا ما گپ همی گیلک قبول نکردم خب. گفتم درس رایو دیدم برار گیلک هم برار کمی بدر شد خودم جنگ جنجال کرد ملامت نیان دیگه بابو ما ابروی اینا رو ببرده دیگه خب چکار کنم خودم جنجال کرد گفتک برو هر کار میکنی حال بکن برا خوب یک دقیقه بیاید خود تو که بابو ما کسی نیه بگه تو که ایتا کارا دیشتی میگفتی با ما که ما تو نمزاددار میکردیم آخه ابرو ما رو هم ببردی ابرو گیلک و برار اینا رو هم ببردی آخه تو به سر پیری و ایتا کاره حالا تو بشی بده کن که من تا به سرا برم به سرا میره؟ آه. بله صحیح